دوستان، من سجاد هستم. اومدم با یه بازی خرید و فروش ماشین. میخوایم ماشین خرید و فروش کنیم، سود کنیم، ماشین تعمیر کنیم، اونجا بنزین بزنیم، 1000 تا کار دیگه. حالا ما این چیزایی که به در مغازه زدن رو میکنیم، آشغال روی زمین، لاستیک، اینا نردبون، اینا رو جمع میکنیم. تا اینا رو جمع نکنیم اما مغازه نمیتونیم بیرون بریم. بعد اسم مغازه هم درست کنیم چون اسم نداره. در مغازه رو باز میکنیم، میایم اینجا. من تصویر رو بیارم اینور. نداره اینو. خب می نویسم محمد سجاد. محمد سجاد. خب درسته. چون اینو درست باید بیاره. خوبه. درست شد. اوکی. میریم محله. زیاد پول نداریم آنچنانی. ببینیم چه ماشینی هست. میایم اینجا تا بیاد. کم طول میکشه. چقدر میده؟ 5 گرون نیست. یه داره خودم 7000 بفروشم. روشن میکنیم. باید تا مغازه بریم طول میکشه. ماشینم کم میره چون ماشین ارزونیه. بچه رسیدیم مغازه وامم باید بگیرم چون سخته. اینجا مغازه است. بودنده 70 تا داره میره. ای وای نخوریم. یا خود نخوریم. بچه می‌نسیم این ماشین رو به در دیوار بکوبیم ماشین ضربه میخوره. نکنید اگه ضربه خوردگی داشته باشه اینجا قرمز نشون میده ولی اینجا سیاهه، یعنی هیچ ضربه خوردگی نداره. ما چون لپتاپ نداریم، برای لپتاپ نداریم بفروشیم، بعد از کامپیوتر تو مغازه استفاده کنیم. خب خودمون 5000 خریدیم چون میخوایم سود کنیم. میگیم 7000. چه ببخشید نت قطع شد. عذر میخوام. 7000. خب یه وامم بگیریم. $5000 میده. بد نی. $5000
5000 تا داد. نداد. 25 1 2 3 نمیده. 10,000 1 2 3 10,000 نمیده. فقط 5,000 میده. داد. مشتری. این ماشین سالمه. اگه بیای پایین مفخری کردی. خوبه. به قیمت میخری. شب شد باید بخوابیم. کی واسه زیارت تخت خواب بره؟ اتوبوس میرن دیگه. بچه ببخشید نت قطع شد. من از ویدیو رو قطع کردم. میخوام این مقاله دیگه. این بازی چجوری بود؟ بچه اگه دوست داشتین پارت 2 این ویدیو رو هم بذارن لایک و دنبال فراموش نشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و دنبال یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.